و اما امروز با هم دیگه قراره بریم سر وقت حل سوالات و نمونه سوالای تشریحی مربوط به فصل 4 12. انشالله که کلاس خیلی خوب رو با هم دیگه تجربه کنیم. میگه با توجه به نمودارهای زیر به پرسش‌های زیر پاسخ دهید. گرماگیر یا گرماده بودن واکنش ها رو مشخص کنید. خب همونطور که ما از قبلا هم گفته بودیم خدمتون، اینکه آقا واکنش دهنده و فراورده رو بیا پیدا کن. اینجا واکنش دهنده، اینجا فراورده. همونطور که داری میبینی من بهت گفته بودم سر و ته اینا رو به هم دیگه بیوز کن. من اگر سر و ته اینا رو به هم دیگه وصل کنم یک نمودار نزولی دارم میبینم و چون نمودار من نزولیه پس نشون دهنده یک واکنش گرمادهه. ولی واکنش شماره 2 رو نگاه کن، من سر و ته رو به هم دیگه وصل میکنم. واکنش دهنده فراورده و حالا میام سر و ته اینا رو به هم دیگه وصل میکنم. نمودار یک نمودار سعودی میشه. حالا که نمودار من یک نمودار سعودیه، پس واکنشی هم که من دارم یک واکنش گرماگیر میشه. پس گرماگیر و گرماده با هم دیگه مشخص کردیم. میگه کدام واکنش در شرایط یکسان سریعتر انجام می شود. همونطور که میدونی زمانی سرعت یک واکنش بیشتره که انرژی فعالسازی یا ای آی اون واکنش کمتر باشه. خب حالا اینجا رو داشته باش، من دو تا انرژی فعالسازی رو شما مشخص میکنم. یه دونه انرژی فعالسازی واکنش شماره 1 و یه دونه انرژی فعالسازی واکنش شماره 2. حالا همونطور که داری میبینی واکنش شماره 1 چون ای آی کمتر داره، انرژی فعالسازی کمتر داره، پس سرعت واکنشش بیشتره. و اما سوال دوم رو بریم راجبش صحبت کنیم. میگه با خط زدن واژه نادرست در هر مورد عبارات داده شده را کامل کنید. کاتالیزگر در واکنش شیمیایی. خب انرژی فعالسازی رو بچه چیکار میکرد؟ کاتالیزگر انرژی فعالسازی چیکار میکردش؟ باری کلا باری کلا باری کلا کاهش میداد. سرعت واکنش رو چیکار میکنه؟ سرعت واکنش رو چیکار میکنه؟ افزایش میده. ها یه لحظه وایسا، راجع به همین کار کاتالیزگر گفته بودیم که کاتالیزگر با کاهش مسیر واکنش و همچنین ساده کردن آن سرعت واکنش را افزایش میدهد. حالا ما میدونستیم تأثیری روی واکنش دهنده و فراورده نداره، پس دلتا اچ واکنش آنتالپی واکنش ثابت میموند. بریم سر وقت سوال 3. سوال 3 در ارتباط با آلاینده در حضور یا غیاب کاتالیزگر داره با ما صحبت میکنه. میگه با توجه به آن پیش بینی کنید نقش این قطعه چیه؟ یه مبدل کاتالیستی دیگه. ناکن مبدل کاتالیستی کارش چیه؟ کاتالیزگر یا کاتالیز کردن، اینجوری بگیم بهتره. کاتالیز کردن واکنش های حذف آلاینده. میگه تجربه نشان میدهد که کارایی قطعه آ به نوع کاتالیزگرهای موجود در عام بستگی دارد. اول این قطعه آ همون مبدل کاتالیستیه دیگه.
میگه این قطعه محتوی 3 کاتالیزگر است. با این توصیف کدام اول این 3 تا کاتالیزگر چیا بودن؟ پلاتین بود، پالادیوم بود، رودیوم بود. این 3 تا بودن دیگه. حالا میگه با این توصیف کدام عبارات زیر درست است و چرا؟ اولا من اینجوری بگم، اولا راجع به چراش باید صحبت کنم. میگم کاتالیزگرها اختصاصی عمل کرده و هر کدام واکنش ویژه‌ای را سرعت میبخشند. حالا تو بگو با توجه به این جمله‌ای که من گفتم کدوم جمله درسته؟ من شماره 1 و 2 میذارم. جمله شماره 1 درسته، جمله شماره 2 درسته. هر کاتالیزگر میتونه به همه واکنش‌ها سرعت ببخشه. هر کاتالیزگر به شماره معدودی از واکنش‌ها سرعت میبخشد. 100% جمله شماره 2 درسته که داریم میگیم کاتالیزگرها اختصاصی عمل میکنن، هر کدوم سرعت واکنش. و اما برای سوال 4، توی سوال 4 میگه با وجود مبدل کاتالیستی در گازهای خروجی اگزوز هنگام روشن و گرم شدن خودرو به ویژه در روزهای سرد زمستان گازهای فلان دیده می شود. دلیل این پدیده چیست؟ ببین عین سوال جزومه، دقیقا عین او سوال جزومه. یه دقیقه بهت وقت میدم بگو ببینم جواب الف چی میشه. دلیل این پدیده اینه که میگیم که کاتالیزگرها در دمای پایین تا حدودی کارایی خود را از دست میدن. خب چه راهکاری پیشنهاد میکنیم؟ نصب کاتالیزگر یا نصب مبدل در نزدیکی موتور خودرو. این هم از این. میگه در هر مورد بین دوتا واژه درست رو انتخاب کنید. بریم اینجا. میگه پژوهشگران در خودروهای دیزلی از چه گازی برای حذف آلاینده استفاده میکردن؟ اگر خاطرت باشه دقیقا متن جزوه رو داشته باش گفته بودم علاوه بر کاتالیزگرهای مرسوم، انهایسه به عنوان واکنش دهنده نه کاتالیزگر اضافه می شود. بریم سر وقت سوال شماره 6 که در ارتباط با فسفر سفید یا همون P4 داره با ما صحبت میکنه. میگه برخلاف گاز هیدروژن در هوا و دمای اتاق میسوزد. بچه وقتی در دما و هوای اتاق بسوزه یعنی راحت تر واکنش میده. دستاماده تایپ وقتی میگه راحت تر واکنش میده یعنی ای آی شما کمتره یا بیشتره؟ به این وقتی میگه راحت تر واکنش بده یعنی بیا دنبال ای آی کمتر. وقتی دنبال ای آی یا انرژی فعالسازی، اونایی که نمیدونن ای آی چیه دانش آموزایی که جدید به کلاس اضافه شدن، انرژی فعالسازیه. انرژی فعالسازی هم اختلاف انرژی بین واکنش دهنده و پفه. پف یه لفظ نظام قدیمیه که ما توی نظام جایی اصلا نداریمش، من راجبش صحبت نمی کنم. تا اون قله نمودار انرژی پیشرفت واکنش. الان اینجا ای آ تو واکنش شماره 2 انقدره، تو واکنش شماره 1 انقدره. ما دنبال ای آی کمتریم، پس ای آی کمتر رو ما تو واکنش
شماره 2 داریم میبینیم. میگه کدام نمودار سوختن فسفر سفید رو نشون میده؟ خب پیدا کردیم واکنش شماره 2 چون انرژیش کمتره. کدام واکنش در شرایط یکسان، وایس ببینیم دستام و تایپ جواب میخوام و کندتر باشه دنبال ای آی بیشتره یا کمتره؟ میگه با کدام واکنش در شرایط یکسان کندتره. خب ما دنبال ای آی بیشتر هستیم، ما دنبال ای آی بیشتریم و ای آی بیشتر تو واکنش شماره 1 میدیدیم. میگه در نمودار 2 حرف A چه کمیتی رو نشون میده؟ بچه‌ها بگید ببینم تو نمودار شماره 2 لطفا دقت کنید، اینجا این A رو داره میگه. من میدونم این اگر ای آ باشه، اینجا اگر ای آ پریم باشه، انرژی فعالسازی واکنش برگشت، آ چی میشه؟ باریکلا مرسی. آ میشه دلتا اچ که اگر خاطرت باشه دلتا اچ کامل اشاره میکنم ای آ منهای ای آ پریم بود. ای آ منهای ای آ پریم میشه دلتا اچ شما. یه شکل مهم کتاب درسی رو راجبش با هم دیگه صحبت کنیم. واکنش گاز هیدروژن و اکسیژن اینجا رو داشته باش. من اول این واکنش هیدروژن و اکسیژن رو خیلی دوست دارم معادلش رو با هم بلد باشیم. تو فصل 2 12 سایه و راجبش با هم صحبت کرده بودیم. H2 علاوه O2 میدهد H2O. بچه این واکنش تو حالت عادی انجام میشه؟ آیا این واکنش تو حالت عادی انجام میشه؟ ببین اینجا رو داشته باش، این واکنش تو حالت عادی انجام نمیشه. در حالت عادی یعنی کار به کارش نداشته باشی، کاتالیزگر نباشه، اینا انجام نمی شود. چرا؟ چون ای آش خیلی زیاده. حالا ما برای اینکه انجام بشه این جدوله رو تهیه کردیم. نگاه کن، میگه اگر کاتالیزگر نباشه ساعت واکنش ناچیزه، تقریبا انجام نمیشه. حالا ما میدونیم واکنش های انفجاری، من قبلا هم گفتم ولی باز تاکید میکنم که بلد باشی، واکنش انفجاری یعنی واکنش بسیار سریع. حالا بریم به سوالش دونه دونه جواب بدیم. میگه بگو ببینم نقش پودر روی در این واکنش چیه؟ خب کاتالیزگره. نقش جرقه در انجام واکنش شماره 2 چیه؟ ببینم جواب چی میدی؟ برای قسمت در واکنش شماره 2 که ما داریم جرقه میزنیم، هدفمون تامین انرژی فعالسازیه. هر یک از نمودارهای A, B, C B و C رو به کدام یک از آزمایش‌های 3 و 4 میتونیم اختصاص بدیم؟ اولا ببین هر چقدر داشته باش، هر چقدر ای آ بیشتر خب سرعت کمتر دیگه. الان واکنش A مربوط به زمانیه که شما بدون حضور کاتالیزگری، ولی خوب دقت کن این بدون حضورشه، بدون حضور یا بدون کاتالیزگر. بدون حضور چیه؟ بدون کاتالیزگر. بین B و C نگاه کن، هر چقدر ای آ بیشتر باشه سرعت واکنشت کمتره. خب آقا بین انفجار، نگاه بین این دوتا دارم مقایسه میکنم، بین انفجار و سریع سرعت سریع نسبت به انفجار پایین تره دیگه. پس این میشه مربوط به شماره 3، این هم میشه مربوط به شماره 4 و تازه 2. 4 و 2 بذار اینجا پاکش کنم. سی چون ای آش دیگه خیلی کمه مربوط به 4 و 2 میشه که حالا واسه روی شکل نشون دادم. با استفاده از تور پلاتینی در آزمایش 4 دلتا اچ واکنش تغییر میکند؟ اصلا تغییر نمیکنه. دنبال چراشم، لطفا چراشو برام بنویس. چرا؟
باریکلا، مرسی مرسی مرسی. البته یکی دو نفرم باز چرت و پرت گفتن. اینجا داشته باش. چرا؟ چون کاتالیزگر روی انرژی یا همون آنتالپی واکنش دهنده و فراورده تأثیری ندارد، پس دلتا اچ واکنش را نیز تغییر نمی دهد. بریم قسمت بعدی. سوال شماره 8 میگه مشخص کنید این کاتالیز مبدلی که داری میبینی تو چه خودروی استفاده شده، خودروی بنزینی یا دیزلی؟ خیلی راحته. توی خودروی بنزینی استفاده شده یا دیزلی استفاده شده؟ باریکلا، اکثرا دارید میگید بنزینی، دو سه تا دیزلی هم دیدم. آقا توی دیزلی یادت باشه تابلوترین مؤلفه ای که وجود داره انایسه. تو جای انایسه میبینی؟ چون انایسه نداره خب خودرو دیزلی چی بنزینیه دیگه. بعد خودروی بنزینیه که این سه تا آلاینده رو واسه حذف کنه. معادله حذف واکنش شماره 2، معادله حذف هیدروکربن نسوخته رو میخواد. ببین گفته موازنه الزامی نیست، من میگم موازنه الزامی است. بذار موازنهش کنیم. یادت میگفتم CX هاشیگرگ اگر بسوزه و کامل بسوزه، من ضریبا رو با یه رنگ دیگه واسط مینویسم. ضریب O2 میشد X به علاوه Y چهارم O2 که میدهد X تا CO2 به علاوه Y دوم H2. چرا با وجود این قطعه در گاز خروجی خودروها به ویژه در ابتدای روز سرد زمستان گاز بیشتری دیده میشه؟ علتش اینه که دوباره میگم کاتالیزگرها در دمای پایین تا حدودی کارایی خود را از دست میدهند. بریم سر وقت سوال شماره 9. دو تا نمودار داده، میگه با توجه به نمودارهای آبی به پرسش ها پاسخ بدید. آقا من دوباره تاکید میکنم سر و ته با هم وصل کن. اینجا الان واکنش دهنده، اینجا فراورده، بچسبون اینا رو به هم دیگه. نمودار سعودیه، این میشه گرماگیر. دوباره این یه تیکه کن، اینجا ابتداش واکنش دهنده، اینجا فراورده، سر و ته به هم وصل کن. اگه بشه نزولی میشه گرماده. خب میگه کدوم گرماگیره کدوم گرماده. ببین راجع به چراش باید صحبت کنم. راجع به چراش به اینجوری جواب بدی، بگی با انجام واکنش، الان کدوم واکنش داریم میگیم؟ واکنش نمودار A گرماگیره. با انجام واکنش سطح انرژی فراورده ها افزایش یافته است. همین. تو داری میگه وقتی داره واکنش شده انجام میشه میره به سمت فراورده، سطح انرژی زیاد میشه. سرعت کدوم واکنش بیشتره؟ من باز هم تاکید میکنم لطفا یادتون بمونه که وقتی ما میگیم سرعت کدوم واکنش بیشتره، سرعت وقتی دنبال سرعت بیشترم برو دنبال ای آی کمتر. ای آی کمتر، دو تا ای آ داری، اینا کن، یه دونه ای آ،
اینم یه دونه ای آی دیگه. خب ای آی شما تو واکنش بی کمتره، پس سرعت واکنش در واکنش شما در واکنش بی بیشتر خواهد بود. میگه کاتالیزگرها میزان دلتا اچ، بچه میزان دلتا اچ رو تغییر میدن یا تغییر نمیدن؟ تغییر باریکلا نمیدهند. و میزان نهایی فراورده را نیز تغییر نمیدهند. اصلا کار با اینا نداره. پس چی کار میکنه؟ فقط مسیر انجام واکنش تو ساده و کوتاه میکنه. کاتالیزگرها با کاهش انرژی فعالسازی وقتی سرعت رو ببرن بالا، زمان اتمام واکنش رو باز چیکار میکنن؟ کاهش میدهند. افزایش دما. آها، یه خورده رسیدیم به این سوال 12 رو. بچه یه ذره نگه داریم. بذار من رسیدم به، یادم بندازید حتما رسیدم به قسمت لوشاتولیه، برگردیم ببینیم اینجا این سوال 12 رو حل کنیم. این یه ذره ربطی فعلا به این نمودار سینتیکی نداره، ولش کن فعلا. من فقط یادم بندازید دوره برگردیم اینو حل کنم. با توجه به نمودارهای زیر به پرسش‌های زیر پاسخ دهید. قسمت الف میگه انرژی فعالسازی واکنش شماره 2 رو حساب کن. یه دقیقه بهتون وقت میدم اینو حساب کتاب کنید. دو. ببین داره میگه واکنش شماره 2. اولا این واکنش شماره 2، این 566 خب عزیز من دلتا اچه. این 900 که این بغل داری چیه؟ ای آ یا ای آ پریمه یا پریمه. و سوال از ما این قسمت رو خواسته، گفته آقا این ای آ چقدره؟ خب الان که من نمودار کشیدم خب آسون شد، میشه 900 منهای 566. ولی لطفا در امتحان نهایی اینجوری کن، بگو آقا دلتا اچ مساوی است با ای آ منهای ای آ پریم. حالا که اینا رو نوشتی خب الان اوکیه، خیلی راحت. بیا بگو آقا بیا ای آ مساویه با 900 منهای 566 که میشه 334. پس تو امتحان فرق نوشتاری که من تو ذهنم با نوشتار شما یه دونه اینه. این فرموله رو لطفا یادداشت کنید. با ذکر دلیل در شرط مشابه سرعت واکنش 1 بیشتر سرعت واکنش 2. الان اینجا داشته باشه. یه لحظه وایسا، من اینجا ای آی اینو واسه حساب کردم، گفتم آقا ای آی این 381. حالا اونور ای آ 334 بود، اینور 381. کجا سرعت واکنشت بیشتره؟ تو واکنش شماره 2. ببین سرعت رو دارم مقایسه میکنم، سرعت تو واکنش شماره 2 بیشتره یا سرعت تو واکنش شماره 1 بیشتره؟ باریکلا مرسی. وقتی میگه ذکر دلیل، دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که آقا ای آ تو واکنش شماره 1 بیشتر از واکنش شماره 2. اینم دلیلش. سوال بعدی، من دو تا دلتا اچ دارم اینجا، یه دونه اون دلتا اچ واکنش شماره 2، یه دونه دلتا اچ واکنش شماره 1. یه لحظه نگاه کن. من تو واکنش شماره 1 برگشتم گفتم آقا در واکنش شماره 1 شما 26 صدم گرم NO مصرف کن. NO هم که نها کن ضریبش، ضریب NO رو نها کن 2، حواست باشه ضریب NO 2. فرمت کسر گرم برای NO چه شکلیه؟ مول به روی گرم ضرب در جرم به روی جرم مولی ضرب در ضریب جرم مولی NO. یه 14 تا یه 16 تا رو هم دیگه 30 تا. فکر میکنم یکی نوشته استاد اشتباه حساب کردی. این میشه نیتروژن 14، اکسیژن هم 16 دیگه، میشه 30 تا دیگه. جرم مولی نیتروژن 30 مگه نیست؟
جرم بر روی جرم مولی ضرب در ضریب. این سمت از ما چی میخواد؟ این سمت از ما گرما رو میخواد. کیو بر روی قدر مطلق دلتایش تو واکنشه شماره یک دلتا چطور نها کن، دلتای 181 دلتای اچ 181. بچه چون میخوام تقریبی این به جواب برسیم، الان دلتا اچ من اینجا 181 منفیه چون واکنش گرماده منفی 181. و من که تقریبی به جوابمون برسیم این 181 رو وسط میگیرم 180 به 30 ساده میشه، این میشه 6. حالا اینجا داشته باش 2 6 تا 12 تا تقریبا اینم من تقریبی میگیرم 24 صدم تقریبا که با هم دیگه ساده بشه. کیو شما به دست بیاد چقدر؟ به دست بیاد 2 صدم کیلو ژول، تقریبا 2 صدم کیلو ژول که اگر ضرب در هزارش کنم میشه چند کیلو ژول؟ ضرب در هزارش کنم چند کیلو ژول میشه؟ او بچه من عذر میخوام، ببخشید نه این محاسبه خیلی غلط بود. وای من عذر میخوام ببخشید. اینجا 180 رو نگاه کن، با این 30 زدم این میشه 1، این میشه 6، اینم با این ساده میشه 3. حالا شد نه دیگه این کار چه کار عجیب غریبی انجام دادم. 3 رو تو 26 صدم ضرب کنیم، 3 رو تو 26 صدم ضرب کنیم 3 6 تا 18 تا 3 دوتا 6 تا اون یکی تقریبا 78 صدم که حالا این بر حسب کیلو ژول. الان درست حساب کردیم دیگه، یه نگاه بندازیم ببین درست حساب کردیم. حالا تو واکنش شماره 2 بذار رنگش رو عوض کنم. تو واکنش شماره 2 نگاه کن، در واکنش شماره 2 در ارتباط با CO2 صحبت کرده. نگاه کن دوباره به معادلت نگاه کن، CO2 هم ضریبش 2 در ارتباط با CO2 به من گفته آقا 22 صدم گرم جرم به روی جرم مولی ضرب در ضریب چند کیلو ژول گرمادار آزاد میشه. کیو به روی قدر مطلق دوباره نگاه کن چون گرماده میشه منفی 566 داخل قدر مطلق خودم. حالا بیا این کیو هم با هم دیگه حساب کنیم. برای اینکه این کیو رو حساب کنیم آقا جان اینجا داشته باش این با این بابا ساده میشه 2، این میشه 2 رقم اشار. حالا 566 رو من اگر به 4 بزنم 566 رو اگر با 4 ساده کنم چقدر میشه؟ بچه 566 اگر تقسیم بر 4 بشه چه عددی میشه؟ عالی بود 141 کنیم اینجا میشه یه 2 رقم اشار بالا، اینم که پایین تو هم دیگه ضرب کنیم. تو هم دیگه اگر ضرب کنیم 2 رقم اشار اضافه میشه دیگه، میشه قد میشه 1,415 کیلو ژول. لطفاً اگر کسی سوالی داره بپرسه حتما. و اما میگه فرض کنید روزانه 4 میلیون خودرو در تهران به طور میانگین 25 کیلومتر مسافت میپیمایند. با توجه به جدول زیر میزان آلاینده‌های آزاد شده چند کیلوگرم است؟ خدای خیلی مزخرفه. ببین 4 میلیون خودرو داری، 25 کیلومتر هم هر کدوم راه بره، کلا چقدر مسافت طی شده؟ اگه بگم چقدر مسافت طی شده میگی 4 میلیون ضرب در 25، 4 تا 25 تا 100 تا 2 تا به اون اضافه میشه 10 به توان 8 کیلومتر طی شده. 10 به توان 8 کیلومتر طی شده. حالا اینجا داشته باش میگه آقا 1 کیلومتر طی بشه اینقدر گرم داره تولید میشه. اینو بیا تقریبا هم بچه بازی تقریبی بیا انجام بدیم. البته میدونم که نباید تو امتحان نهایی از این کارهایی که الان من میکنم بکنی یا خب میدونم، ولی خب بیا ولش کن، برای اینکه بعدا انجام ندیم بعد آموزی داره این کارو بیا انجام ندیم ولش کن. من یه لحظه احساس عذاب وجدان منو گرفت گفتم الان بعدا این کارا رو انجام میدن. آقا یه سوال ازت میپرسم 1 کیلومتر طی بشه کلا چند گرم کلن
آلاینده داریم. 1 کیلومتر اگه طی بشه چند کیلوگرم، چند کیلوگرم، البته اون کیلومتره، چند گرم ما آلاینده داریم؟ میشه 5 و 9 به علاوه 1 ممیز 67 به علاوه 1 ممیز 0.4 میشه بگی چند گرم؟ مرسی، 8 ممیز 7 گرم. حالا سوال عزیز دل کیلوگرم خواسته، خب بیایم اینو کیلوگرمش کنیم دیگه. یعنی 3 رقم اشارشو ببر عقب، یعنی میشه 87 ضرب در 10⁻⁴ نکن، یه رقم هم خودش داره، کیلوگرم. حالا استاد چرا همچون کاری کردی؟ یه لحظه تناسب زیبایی که واسط مینویسم رو نگاه کن. میگم آقا اگر 1 کیلومتر طی بشه، من 87 ضرب در 10⁻⁴ کیلوگرم آلاینده دارم. حالا چقدر طی شده؟ 10⁸ کیلوگرم طی شده، کیلومتر روز میخوام، کیلومتر طی شده. بیا به من بگو چند کیلوگرم. همونطور که داری میبینی فقط یه طرف این وسطه میخواد، فقط کافیه 87 ضرب در 10⁻⁴ ضرب در 10⁸ بشه که میشه 87 4 تا صفر جلوش، کیلوگرم. بریم قسمت بعدی. این دقیقا ببین، این دقیقا مثل سوال قبلیه. یه جرم کلیش حساب کن، فقط به جای اینکه به کیلوگرم حساب کنی به تن حساب کن دیگه. من راجع به این صحبت نمی کنم. وای خدایا اینجا رو داشته باش. این نموداره بود توی جزوه یه صفحه کامل تحلیلش کردم سر کلاس هم، یکی حضوری میخوند. یه دونه به سوالاتش جواب بدم که فکر نکنی از این ممکن نیست سوالی چیزی بیاد. میگه سوال الف، چرا با افزایش میزان NO2 رفته رفته از میزان NO کاسته میشه؟ من فقط معادله رو می‌نویسم، نگاه کن. NO اگر با O2 واکنش بده تولید NO2 میکنه. حالا تو بگو ببینیم، من موازنه نکردم و مثلا کلا با موازنه بخوام موازنه کنم این شکلی میشه. الان چرا به نظرت این اتفاق داره میفته؟ خب وقتی این مصرف بشه این داره تولید میشه دیگه. متوجه میشی؟ نگاه وقتی NO مصرف بشه NO2 تولید میشه به عنوان واکنش دهنده. نگاه کن این حکمه، الان واکنش دهنده رو داره کم میشه، مصرف میشه. این حکم فراورده رو داره و داره زیاد میشه. در چه ساعتی از شبانه روز میزان آلاینده ها تقریبا ثابته؟ با توجه به اون نموداره یه دونه در نیمه شبه، یه دونه 12 شبه و یه دونه 4 تا 5 صبح. در کدام یک در این زمان بیشتر در هوا وجود دارد؟ اصلا کلا تو این زمان ها ترتیب به این شکل دیگه، بیشترین مقدار برای NO2 بعد NO و بعدش هم مربوط به O2. در 24 ساعت شبانه روز به طور کلی بیشترین و کمترین مقدار آلاینده ها چجوریه؟ ببین در کل تقریبا شبانه روز ترتیب اینجوری بود، NO2 بعد O2 بعد NO. تو اون ساعتهای ثابت اون ترتیب اون شکلی بود، ولی وقتی به طور کلی از من سوال بپرسه بازی متفاوت میشه. سوال 17 بچه‌ها من دیگه راجبش صحبت نمی کنم چون کامل اینا رو گفتم. همچنین این قسمت میگه برای حذف، سوال 18 رو دارم حل میکنم، برای حذف آلاینده‌های موجود در اگزوز خودروها توی مبدل‌های کاتالیستی خواسته که فکر میکنم اولین سوال اینه که معادله حذف بنویسید.
هر آلاینده پس از عبور از قطعه آ به چه فرآورده‌ای تبدیل میشه؟ یه لحظه نگاه کن. بیا سه تا معادله از با بنویسیم. اولا قطعه آ اسمش چیه؟ دسته‌ها و دیتای قطعه آ اسمش چی بود؟ حالا بیا سه تا معادله از با بنویسیم. من دیگه موازنه نشده می‌نویسم چون سریع بگم. سیکس ها شیکرگ میگفتم اگر بسوزه، چون قبلا یه ذره عقب‌تر موازنه‌شو نوشتم دیگه الان نمی‌نویسم. CO2 H2O میده، گازهای کم خطرتر. حواست باشه این کم خطره. چرا؟ چون همچنان واسه چون گاز گلخانه واسه افزایش دمای سطح زمین هم میشه. CO2 CO عذر میخوام کربن مونوکسید اگر از مبدل کاتالیستی عبور کنه میاد دوباره میسوزه، تولید چی میکنه؟ CO2 کم خطر. NO توی مبدل کاتالیستی میگفتم به ریشه و اصل خودش برمیگرده، این دیگه کاملا بی خطر. که میگفتم هر سه تا واکنش هم واکنش های گرمادهه. هر سه واکنش گرماده بودن. معادله هم که نوشتیم کامل. با توجه به نمودارهای زیر به سوالا جواب بدیم. این سوال چیه؟ انرژی فعالسازی و آنتالپی رو مشخص کنید. آقا جا اینجا داشته باش. انرژی فعالسازی همون ای آ اختلاف سطح انرژی. بذار من رنگ رو عوض کنم. اختلاف سطح انرژی واکنش دهنده با اون قله نمودار انرژی پیشرفت واکنش شماست. و همچنین دلتا اچ تغییر آنتالپی، آنتالپی واکنش، نمادش دلتا اچه که میشه اختلاف انرژی فراورده با واکنش دهنده. این دلتا اچ. سرعت کدوم واکنش کمتر است؟ یه نگاه کن خدایی. واکنش شماره 2، این اگر واکنش شماره 1 بذاریم بشینه واکنش شماره 2، چون ای آش کمتره سرعتش بیشتره. پس اینم شد واکنش شماره 2. چرا؟ چون ای آی کمتر داره. چقدر ما راجع به این با هم صحبت کردیم. ای آی کمتر 20 بار راجع به صحبت کردیم. با توجه به شکل مقابل به سوالها پاسخ دهید. کدام یکی از حروف A, B یا C دلتا چه واکنش رو نشون میده؟ تو رو خدا تو بگو. A, B, C کدومه؟ ببینم چند نفر درست جواب میدن ها. بچه ها لطفا نگاه کنید. دلتای H اختلاف انرژی واکنش دهنده و فراورده است. الان خوب دقت کن. اینجا میشه فراورده، اینجا میشه واکنش دهنده. حالا آ اینقدرش چرت و پرته، واسه این آ اصلا نیست. بی که اصلا هیچی، مهدیست تو در دیوار. این اصلا بی که از ریشه غلطه. پس جواب شما میشه این مورد. اختلاف سطح انرژی واکنش دهنده و فراورده، یعنی مورد سی. سوال ب. در حضور کاتالیزگر کدام یک تغییر میکند؟ درست جواب بدی ها. ببینم کدام یک تغییر میکند. میگیم کاتالیزگر برای افزایش سرعت میاد انرژی فعالسازی ای آ رو کم میکنه. خب ای آ کدوم است؟ این بیه دیگه، انرژی فعالسازی دیگه. پس یعنی عملا میاد بی رو برای ما کاهش میده. کدام میگه توی نمودار
ببخشید این نمودار به کدام یکی از فرآیندهای زیر مربوط است؟ انحلال آمونیوم نیترات یا سوختن کربن مونوکسید؟ اولا سوختن بگه یعنی گرماده. انحلال آمونیوم نیترات سوال میپرسم گرم و گیر بود یا گرماده بود؟ انحلال آمونیوم نیترات گرماگیره. مرسی. حالا نمودارتون نگاه بنداز بچه، نمودارتون نمودار گرماگیره گرمادهه. نمودار از اونجایی که سر و ته رو به هم وصل کنی، نگاه کن، سر و ته رو وصل کنی میشه نمودار نزولی. پس یک نمودار گرماده، پس مربوط میشه به سوختن کربن مونوکسید. بریم قسمت بعدی. با توجه به دو تا نمودار بچه دیگه راجع به اینو صحبت نکنیم دیگه، خود کشیم خودمونو. راجع به این کلمه ها صحبت کنیم چون سوال مشابه بود. من دیگه راجع به صحبت نمی‌کنم. آلاینده NO در اگزوز خودرو پس از عبور از مبدل کاتالیسی به چی تبدیل میشه؟ به N2 تبدیل میشه دیگه. واکنش هم نوشتم، گفتم به ریشه و اصلش برمیگرده. 2 تا NO میاد تبدیل میشه به N2 به علاوه O2. درستی نادرستی تعیین کنید. کاتالیزگرها در هر واکنش شیمیایی با کاهش انرژی فعالسازی سبب افزایش آنتالپی واکنش میشه. چرت میگه، سبب افزایش سرعت واکنش میشه نه آنتالپی. دوباره اون فسفر سفیده، فکر میکنم تعیین نمودار میخواد کنه. عین این سوالو اوایلش حل کردم. کدام واکنش کنتر انجام میشه یعنی سرعت واکنش بیشتر. اینا رو بعدا حتما خود حل کن. میگه بیا این نموداره نها کن، کدومش داره در حضور کاتالیزگر، کدومه بدون حضور کاتالیزگر. خب اونی که ای آی بیشتر داره بدون حضور کاتالیزگره، اونی که ای آی کمتر داره دارای کاتالیزگره. خب میگه الف تعیین کنید واکنش گرماگیری یا گرماده. سر و ته به هم بچسبون. اینجا نگاه کن واکنش دنده، خودش هم نوشته اینجا فراورده. بذار هایلایت کنم، نگاه کن اینجا میگه واکنش دنده، اینجا هم فراورده. سر و ته به هم بچسبون. فقط حرکتی که داری صعودیه یا نزولیه؟ نزولی باشه چی میشه؟ گرماده میشه. باریکلا. الان چرا رو بخوای بگی، میگه با افزایش، با گذشت زمان یا با انجام واکنش سطح انرژی فراورده ها بچه کم میشه یا زیاد میشه. این چرا رو دارم میگم. با انجام واکنش سطح انرژی فراورده چی میشه؟ کاهش افزایش. کدام مربوط به در حضور کاتالیزگر؟ خب اون مشخص کردیم چون ایهاش کمتره دیگه، من راجع به اینا صحبت نمی کنم. رسیدیم به قسمت تعادلش. بچه من قبل از اینکه این تعادل رو بگم یه لحظه به من اجازه بدین. چون خیلی آسونه من اول اینو من بی جلسه سر وقت سوال 43 یه کوچولو من در ارتباط با اتن با شما صحبت کنم. این خیلی موضوع خیلی قشنگ و جذابیه که کتاب درسی با ما صحبت کرده. ببین اتن اولین عضو آلکن هاست. ما میگیم اتن سنگ بنای پتروشیمیه، سنگ بنای صنایع پتروشیمیه. تا اینجا اوکی؟ استاد چرا همچون حرفی میزنی؟ C2H4 اتم بود دیگه، انشالله هم که یادته. C2H4 بچه من میخوام یه دونه باید راجبش صحبت کنم. ببین C2H4 رو من اگر در حضور کاتالیزگر نیکل
بهش هیدروژن بدم میشه گاز اتان که اتان به عنوان سوخت استفاده میشه. استاد معادلش رو میشه برام بنویسی؟ بله، چرا که نشه. C2H4 در حضور نیکل اگر بهش هیدروژن داده بشه میشه اتان. کاربرد اتان چیه؟ سوخت. کتاب درسی گفته به عنوان سوخت استفاده میشه. این یک. اینجا رو داشته باش، اون پایینیه رو میخوام بگم. اون اتن رو میبینی؟ اتن پرکاربرد رو میبینی؟ اتن اگر بهش HCl داده بشه، یعنی اینو ما بیایم با HCl واکنشش بدیم، میشه کلورو اتان. کلورو اتان میشه. فرمولش هم چه شکلیه؟ C2 H3 میخوام C2H5 Cl. استاد من اینو نمیفهمم. اینجا رو کن، خوب دقت کن، خوب دقت کن. یه بار میخوام ساختار بکشم، یه بار میخوام معادله بنویسم. اینجا رو داشته باش، اتان C2H4 اگر بهش HCl داده بشه، اینا رو با هم جمع کنم، رو دوتا خب کربن داره، 4 تا هیدروژن اونور، یه دونه هیدروژنی و رو هم دیگه میشه 5 تا هیدروژن، یه دونه هم که این کلورین ته داره. استاد ساختارش رو میشه به من بگی؟ ساختار اینو هم واسم بکشی عالی میشه. نگاه کن، اتن مگه این شکلی نیست؟ C2H4. بهت گفته بودم موقعی که اینا واکنش بدن، پیوند دوگانه شکسته میشه یگانه. حالا اینجا داشته باش، از یک سمت به یه هیدروژن وصل میشه، از یک سمت هم به یک کلور میشه یک کلورو اتان. پس من دو تا از واکنش های اتن رو گفتم. اینجا رو داشته باش، میرسیم به یکی دیگه. اتن اگر بیاد با آب واکنش بده، اتن اگر بیاد با آب H2O واکنش بده، تولید اتانول میکنه C2H5OH. پس اگر با H2O اگر با آب واکنش بده تولید اتانول میکنه. بچه این روش صنعتی تولید اتانوله. پس تو روش صنعتی من اتن رو میندازم جلوی آب، من واکنش میده و تولید اتانول میکنه. پس فرمول اتانول هم اگر بخوام واسط بنویسم C2H5OH. کاربرد بی نهایت مهمه به عنوان ضد عفونی کننده. بچه کاربردها رو لطفاً حفظ کنید. نکن افشانه بی اس کننده کلوروئتن، همون اسپری بی اس سی، ضد عفونی کننده اتان. حالا اینجا رو داشته باش، دم و فشار اگه خاطرت باشه شرایط پلیمری بود، شرایط پلیمری شدن. پس من میدونم اگر اتن رو بیام پلیمری کنم تحت گرما و تحت دم و فشار زیاد قرارش بدم، تولید پلی اتن میکنه. که پلی اتن یه لفظی هم اینجا وجود داره، ماده اصلی سازنده برخی لوازم پلاستیکی، همه پلاستیک هم نیستن. ما دو دسته پلی اتن داشتیم، سبک و سنگین، که سبکش پلاستیک شفاف بود، سنگینش پلاستیک کدر بود. حالا میرسیم به این قسمت. به 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 به، اینجا رو داشته باش، این یه تیکه میتونه یه ذره چالش برانگیز باشه و اونم اینجاست. اینجا داره راجع به واکنش استری شدن با من و تو صحبت میکنه. استاد داستان واکنش استری شدن این چیه؟ من اینجا واسط بنویسم، نگاه کن. اگر خاطر باشه یه لحظه دستا آماده تایپ، من این سوال بپرسم ازتون. دستا آماده تایپ بچه، این واکنش استری شدن که همه رو توی یه صفحه داشته باشیم، من اینجا این دوتا رو ناکن بذار با یه رنگ دیگه هایلایت بزنم. این دقیقا همینه ها، چون میخوام یه جا باشه ببینیش، همه یه جا دارم واسط بنویسم. نگاه کن توی اینجا. من اینم دوباره تاکید کنم که این واکنش کاتالیزگرش H2SO4. لطفا نگاه کن توی کاتالیزگر من میدونم اسید
با الکل اگر واکنش بده، اولا دوباره تاکید میکنم این واکنش جزو واکنش های آهسته است و نیاز به H2SO4 داره، تولید استر میکنه به علاوه آب. اسید شما اتانوئیک اسید یا استیک اسیده. اتانوئیک اسید. الکل شما اتانوله. اتانوله میره بخش آلکیل رو میسازه. اتانول میره بخش آلکیل رو میسازه، میشه اتیل، و اونورم که میشه اتانوات. استاد اینجا نوشته اتیل استات، خب بنویسه اسم دیگه اتیل اتانوات همون اتیل استاته، فرقی نمیکنه. کاربرد و نگاه، گفتم کاربردها مهم، حلال چسبه. استاد فرمول چی؟ اتانوئیک اسید CH3 کوه بود اگه خاطرت باشه. اتانول چی بود؟ C2H5OH بود. از اسید شما OH و از الکل H جدا میشه، میچسبن به هم دیگه، میشه CH3 CO، سر الکل بیار O C2H5. یعنی من به علاوه حالا H2 دیگه، یعنی من اگر بیام اینجا برای شما فرمول اتیل استات رو بخوام بنویسم به این شکل میشه. من یه بار ساختارش رو باز میکنم. CH3 COO، دوتا هم که کربن داره، به اینم هیدروژن وصله. من اتیل اتانات رو فرمول جمع شده شو بخوام بنویسم، کلا 3 تا کربن داره، 6 تا هیدروژن داره، 2 تا هم که اکسیژن داره، و این واکنش باز هم تاکید میکنم در حضور H2SO4 به عنوان کاتالیزگر داره انجام میشه. یکی از فعالیت های مهم، خیلی مهمه کتاب درسیت واسط اینجا نوشته شد و کامل همه رو واسط جمع‌بندی کردم. اوه راست میگه بچه، من اینجا اشتباه شمردم، این فرموله اشتباه. اینجا نها کن، تعداد کربن شد 4 تا، هیدروژن 8. بله من اشتباه شمردم، عذر میخوام، اون یه دونه کربن اول ندیدم. C4H8O2 حالا شد.